سلام. امروز 11 ژانویه 2025 و این سومین ویدئوییه که من برای کانال کوچولو موچولوی خودم میگیرم و امیدوارم که به کارتون بیاد و براتون مفید باشه. امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که آیا اساساً این افسردگیه که باعث میشه ما نتونیم کاری انجام بدیم یا برعکس اینکه ما کاری انجام نمیدیم باعث میشه افسرده بشیم؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ مطالعاتی که تو این زمینه انجام شده نشون میده که افسردگی حاصل بیعملی و بی‌حاصلی ماست و خیلی وقتا یه اتفاق فیزیولوژیک باعث نمیشه که ما افسردگی بگیریم و اینکه ما کاری انجام نمیدیم از لحاظ منتالی ما رو افسرده میکنه. اما اگه چرا ما کاری انجام نمیدیم؟ اون چی باعث میشه که ما هیچ کاری انجام ندیم که تبعاتش این باشه که ما افسرده بشیم و دیگه نتونیم از تختمون بیایم بیرون؟ حالا اینکه چه چیزی باعث میشه که ما این هیچ کاری انجام ندیم رو به نظرم نمیشه براش یک نسخه کلی پیچید و گفتش که این دلیل باعث میشه که ما هیچ کاری انجام ندیم. به نظرم با توجه به اون موضوعی که مورد بحث هست، حیطه کاری که انجام نمیشه، باید در موردش تحقیق کرد که چرا ما اون کار رو انجام نمیدیم. مثلا در مورد یادگیری و درس خوندن که به نظرم مشکل خیلی از شما هم هست. من یادم قبلا مثلا دبیرستانی بودم یا نمیدونم قبل تر از اون خیلی راحت تمرکز میکردم، خیلی راحت درس میخوندم، ولی الان با اینکه خب خیلی از اون موقع بالغ‌تر شدم، عاقل‌تر شدم و دستاوردهای اون درس خوندن برای من قابل لمس‌تره. مثلا ما وقتی دبیرستانی بودیم اونقدی برامون نتیجه این درس خوندن قابل لمس نبود، ولی الان برای من خیلی قابل لمسه. مثلا در مورد خوندن زبان برای من خیلی قابل لمسه که الان بخونم میتونم مثلا فلان آزمون رو پاس بشم، این آزمون رو پاس بشم اقامتم رو میگیرم. این خیلی قابل لمسه، این خیلی برای من شدنی تر هست. ولی اصلا نمیتونم پروداکتیویتی دوران دبیرستانم رو داشته باشم یا حتی دوران دانشگاه هم که دانشگاه من 5 سال پیش بود، هرچند الان هم دانشجو هستم ولی کارشناسی ارشد میخونم. دوران کارشناسیم 5-6 سال پیش بود. اون موقع هم حتی پروداکتیویتی من بیشتر بود نسبت به الان. اما چیه که تغییر کرده؟ در من یا محیط اطرافم؟ این قضیه اونقدری منو آزار داده، اونقدری برای من آزاردهنده شده که من وقت و مطالعه‌ام رو صرف این کار کردم، چون واقعا از اینکه هیچ کاری انجام ندم به سطوح اومدم، از اینکه نمیتونم قدمی برای آیندم بردارم به سطوح اومدم. به خاطر همین طبق مطالعاتی که داشتم، مقاله هایی که خوندم که توی این چند روزه من داشتم این مقاله ها رو میخوندم، این بودش که یکی از دلایلی که باعث شده ما نتونیم تمرکز داشته باشیم و نتونیم کاری رو از پیش ببریم، شاید باورتون نشه ولی دیدن ویدیوهای کوتاه و بدون محتوای خاصه. همین اسکرول کردن. یه مقاله خونده بودم که توی کپشن لینکش رو میذارم، در مورد این بود که چقدر اسکرول کردن میتونه برای ما و مغزمون مضر باشه و باعث پوسیدگی مغز بشه. از کلمه پوسیدگی مغز استفاده کرده بود و این خیلی بر من جالب بود که چرا اسکرول کردن چه کاری با مغز ما میکنه که باعث همچین اتفاقی میشه. پیشنهاد میدم خودتون برید این مقاله رو بخونید، ولی اون چیزی که بخوام خلاصه ای ازش بگم اینه که این اسکرول کردنه مغز ما رو در معرض محتواهای کوتاه و عموماً بی محتوا قرار میده و باعث میشه که در دراز مدت قدرت تمرکز رو از ما بگیره، چون مغز ما شرطی میشه، عادت میکنه به اینکه محتواهای کوتاه و بدون محتوای خاصی و بدون اینکه پیوستگی خاصی به هم داشته باشن رو ببینه و دیگه اونجوری تربیت میشه. ما میدونیم که مغز ما تربیت پذیره، در هر سنی که باشه مغز شرطی میشه. به خاطر همین وقتی ما میایم اسکرول میکنیم مغز رو فقط در معرض این محتواهای کوتاه و بدون ارتباط خاصی به هم قرار میدیم. بعد برمیگردیم میخوایم روی یک مطلب خاصی تمرکز بکنیم که محتواها به هم پیوسته هست و قرار ما تمرکز داشته باشیم و این به هم پیوستگی رو برای خودمون معنی دار بکنیم، دیگه مغز نمیتونه چنین کاری انجام بده.
در حقیقت ارتباط بین چشم و مغز بسیار سطحی میشه و دیگه اون ارتباطی که باید انجام بشه بینشون شکل نمیگیره. البته این اتفاقی که دارم میگم به صورت دراز مدت هستش، یعنی مثلا اینجوری نیست که شما یک روز توی یک شب این اتفاق افتاده باشه. نه، برامون پیش میاد که ما میریم داخل اکسپلور اینستاگرام یا توی قسمت شورتس یوتیوب و شروع میکنیم به اسکرول کردن، یهو به خودمون میایم میبینیم 2 ساعت 3 ساعت زمان گذشته و اصلا متوجه این گذر زمان نشدی، اصلا یادت رفته که قرار بوده کاری انجام بدی. نمیدونم برای چند نفرتون این اتفاق افتاده، ولی مطمئنا حداقل یک بار تجربهش کردیم. اما میدونی یه قسمت دارک این ماجرا چیه که منو خیلی ترسونده و باعث شده که بیام بشینم اینجا این ویدیو رو بگیرم؟ اینه که ماهایی که بین 25 تا 30 سالمونه، حداقل یک دورانی از زندگیمون بوده که با این مفاهیم آشنا نبودیم، این فانکشن رو از مغزمون نگرفتیم و مثلا تونستیم دوران دبیرستانمون رو پشت سر بذاریم، دوران مدرسه‌مون رو پشت سر بذاریم، حتی دوران کارشناسی و کارشناسی ارشدمون رو پشت سر بذاریم و درگیر این مشکلات نباشیم. اما نسل جدید ما الان بچه‌های کوچولویی که مدرسه میرن مدام یا خودشون گوشی دارن یا اگر گوشی نداشته باشن با گوشی پدر مادرشون، خواهر برادرشون میرن داخل اینستاگرام. حتی اگر از اینستاگرام هم محدودشون بکنی، این بچه‌ها روبیکا دارن برای درسشون، روبیکا و شات فکر میکنم، برای درس خوندنشون و مدرسه آنلاینشون از این اپلیکیشن ها استفاده میکنن که این اپلیکیشن ها هم قسمت اسکرول دارن، قسمت اکسپلور دارن که همینجوری مدام دارن اسکرول میکنن. من خیلی این صحنه رو دیدم، مطمئنا شما هم دیدید و این خیلی وحشتناکه که بچه‌های ما توی اون سن کم 8-9 سالگیشون دارن با این مفهوم آشنا میشن، مغزشون و چشمشون داره به این شرایط عادت میکنه و این خیلی ترسناکه. اینکه این بچه‌ها حتی نتونن از دوران مدرسه‌شون این تمرکز رو داشته باشن و اون چیزی که باید تویشون شکل بگیره شکل نگیره. و این فقط در مورد درس نیست، اینکه ما نتونیم تمرکز بکنیم توی گوشه گوشه زندگیمون قابل لمسه، حتی توی تمیز کردن جایی که داریم زندگی میکنیم هم قابل لمسه. شما وقتی تمرکز نداشته باشی هی از این شاخه میپری به اون شاخه، این کارو انجام میدی، یه کوچولو اینو تمیز میکنی، بعد میری سر اون یکی و در آخر میبینی که 8-9 ساعت کار کردی، آخرش هم هیچ کاری انجام ندادی. خلاصه که آینده‌ای که برای نسل بعد از ما پیش بینی میکنم خیلی آینده دارکیه و من واقعا دلم میسوزه از اینکه چون من دارم خودم این عذاب رو میکشم، اینکه نمیتونم تمرکز کنم واقعا عذاب آوره، ولی اینکه این بچه‌ها کلا قرار نیست بتونن تمرکز کنن خیلی ترسناک‌تره. برای شما ترسناک نیست؟ امیدوارم اگه پدر مادر هستید، اگر خواهر برادر هستید، دایی، عمو، عمه، خاله هستید، حواستون بیشتر به بچه‌ها باشه و به صورت کنترل شده این کار رو انجام بدن. این تنها خواهشی که میتونم ازتون بکنم. اما در مورد خودمون، از وقتی که اون مقاله رو خوندم و اونجا از اسکرول کردن و قرار گرفتن مغز در معرض محتواهای کوتاه و بی محتوا و ناپیوسته به عنوان پوسیدگی مغزیات شده، راستش واقعا دیگه دوست ندارم اسکرول کنم. یعنی میدونید چیه؟ آگاهانه باید به آگاهی برسی و آگاهانه این عادت رو کنار بذاری. و من هدفم از گرفتن این ویدیو اینه که حتی شده به 1-2 نفرم که کمک باشه این آگاهی رو به شما برسونم و شما رو در معرض این اطلاعات قرار بدم. شاید به درد 1 نفر خورد. حالا قبل از خداحافظی برگردم سر موضوعی که اول ویدیو مطرح کردم، اینکه آیا بی‌حاصلی و بی‌عملی نتیجه افسردگیه یا افسردگی نتیجه بی‌عملیه؟ به نظر من این یک چرخه و سیکل معیوبیه که هر دو باعث اون یکی میشن و این توی علم وجود داره. اینکه شما
افسرده بشید و در نتیجه اون بیعمل بشید هم وجود داره و همین که شما دچار پوسیدگی مغز بشید و هیچ کاری انجام ندید، پروداکتیویتیتون رو از دست بدید، اون هم میتونه باعث افسردگی بشه. پس این دوتا مقوله خیلی به هم مرتبطن. به خاطر همینه که باز هم میگم یک کاری که باید انجام بدی و میدونی که برات مفیده رو انجام بده، چه با خوشحالی، چه با ناراحتی، چه با بیحالی، چه با کسلی، چه با انرژی، چه بی انرژی، انجامش بده. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید و همونطور که میدونید این کانال یه کانال کوچولو موچولو و ظریف و شکننده است و نیاز به سابسکرایب های شما داره، لایک های شما داره. مرسی که با من بودید. دوستتون دارم. خداحافظ.